در روسیه حکم دادگاه نسبت دو زاده تاجیکستان و یک شهروند ازبکستان بر رئیس کمیته تفتیشات الکساندر باستریکین خوش نآمد و او طلب کرد که دلیل‌های دادرس از روی این قرار شرح داده شود. گپ درباره حادثه سال 2024 می رود. در یک شکایتش به پلیس، وکیل دوم دولتی روسیه میخائیل ماتویف گفت زادگان تاجیکستان نکروز باهروی 19 و ارتور باهروی 16 ساله، اینچنین شهروند 19 ساله ازبکستان مراد موسروف روز 18 ایول سال 2024 در یک کوچه در شهر سمره با ساکنان محله ماجرا و نهایت زنازنی برپا کردند. مطوع و راننده‌اش گویا در جای حادثه بودند و خواستند پیش راه ماجرا را بگیرند، ولی گمانبران به آنها حمله کرده و با چوب و خشت آنها را زدند. در نتیجه آنها را با جراحت‌های به بیمارستان انتقال دادند. روز 29 دکبر سال 2025 در قرار دادگاه ناحیه پرامیشلین شهر سمره حکمای صادر شد که از طلب عیبدار کننده دولتی خیلی فرق می‌کرد. عیبدار کننده طلب میکرد که نابالغ را به 6.5 سال محرومیت از آزادی، موسروف را به 9.5 سال حبس و باهروف را به 11 سال محبس نظامی سنگین محکوم کنند. دادگاه حکم دیگر برآورد. نکروز باهروف که از روی ماده دانسته رسانیدن ضرر به سلامتی که در سطح میانه بوده است به 2 سال و 2 ماه محبس سکونتی محکوم شد، ولی با سبب اینکه او این مدت را در بازداشتگاه سپری کرده است باهروف را از تالار دادگاه آزاد کردند. نابالغ ارتور باهروف که از روی ماده دانسته رسانیدن ضرر به سلامتی که در سطح سبک بوده است به 10 ماه کارهای اصلاحی محکوم شد. دادگاه گفت با سبب گذشتن مهلت جزا ارتور باهروف آزاد می شود. مراد موسروف که از روی ماده سوء قصد به کشتار و اوباشی محاکمه میشد پر از سفید کرده شد. دادرس گفت موسروف هم در تالار دادگاه آزاد کرده شود، ولی این حکم ها مورد انتقاد خود ماتویف و برخی ساکنان روسیه شد. ماتویف گفت دادگاه قرار کرد جبران ضرر طبی به او و راننده‌اش نه در حجم بیش از 1 میلیون روبل که او طلب میکرد، بلکه در حجم 50,000 روبل به او و 85,000 روبل به راننده‌اش ستانیده شود. او تهدید کرد که از بالای این حکم به زینه بالای شکایت خواهد برد. روز 2 ینور دفتر مطبوعاتی کمیته تفتیشاتی روسیه به مطبوعات محلی گفت باستریکین به رئیس این اداره در ولایت سمره سپارش داد که نتیجه های تحقیق پرونده جنایی، دلیل ها و دیگر معلومات را جمع آوری کرده او را درباره وجه های دادگاه در صادر کردن قرار آگاه کند. این تحولات در حالی است که باستریکین و بسیار دیگر مقامداران قدرتی در روسیه با موقع آشکارا بیگانه ستیز و ضد مهاجرتشان معروف هستند و سیاست آگاهانه فشار و اذیت مهاجران را پیش میبرند.